بیا که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا که خوری سلام کیا؟ خودم بیا که سلام علیکم. حضرت سلطنجی سلامتی خوبان. خوری سلام شختی برادر. بله که جان سلامتی نازن تنجی. رحمت شکر برادر جون ما کم تر خوندن مون در کورچ خیلی کنیم. انشالله در خدمت ما که جان چی در دارین چیکار کردیم باور که حضرت نمیدونم سحرای جینای گنده غم داده سیما. باور که سوی دادن گفتن خدا که مقصد دم آدمای نظم خواندگی پیش خود آمدگی حضرت کوچ خیلی کنیم یگون دارو مروه یگون نخ داروخونه یگون لمون کوخ موردیم میده چیزای باور که گنده عذاب داده سیما حضرت. نماز میخونه که جان نه خدا راستی گفتم گپو خیلی شد نمازو رو نخونده سیم. انسان که نماز نخونه الله را شفا نمیده چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که نسوا الله فنسیهم. هر کسی که میگه الله را فراموش کرد الله او را نیز فراموش میکنه. مدامی که تو نماز نخونی الله تو شفا نمیده. پیش از آن که مثال شما را اگر که غم بده هر چیزی که باشه باید ما رجوع به سوی پروردگار کنیم. باید نماز را ترک نکنیم. عموما در مردم ما چی درد زدگی که یک بیماری اگر دچار شوند اول نماز ترک میکنن. باید شما نماز اول بخونین بعد بیاین پیش قاری پیش مولا هر کسی که باشه بعد شما را دعاخوانی کنه. وقتی که نماز میخونین اگر که بخونین تونن در بدنتون جین باشه اگر باید جین میبره از در که برآمدی باید وصل میداره. با اون خاطر باید ایمان کامل کنین. اگر که برای سحر و جادو بگوی دارویی که از بهترین دارو هست خیلتیت برای انسانان سحر و جادو دارن برای همونا توصیه داده میشه. عین حال عکس رفته است و هم برای انسانی که زرینشون سست استخواناش برای بوم دردا برای همینا به نهایت فایده خوب داره. خیلتیت اینا هم در شهر مسکو هستند هم در یکترینبورگ هم در سن پترزبورگ هم در نووسیبیرسک. حضرت توش همین دارات یگون فایده میکنن اخی انیق بگیریم یگون فایده میکنن بو چی دارین اخی؟ اصلا حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ای که لكل مرض فيه دواء و لكل دواء فيه شفاء. در هر یک بیماری یک دوایی است و در هر یک دوا یک شفایی است. و یک از بهترین دارویی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره حبت سودا سخن کرده که حدیث گفته که بجز مرگ به تمام درد دواه. اگر که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کنین خوب و همین استفاده برین یعنی قبول ایمان داشته باشین به رسول الله با گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم عمل کنین و با اخلاص قطعی اگر همین ما استفاده بریم با تمام دردها دواه. انسانی که گفتی که با گیمرای داره انسانی که گفتی که با درد پوست داره انسانی که گریباگ داره انسانی که ژلودکش در میکنه. من خودم ژلودکم در میکنم 10 روز استفاده بردیم حبت سودا الحمدلله که تازه ژلودکم در. این حبت سوداش با توجکی چی میشه که روغن سیاه‌دانه به زبان روسی چورنوتیمی. این یکی از بهترین دواها است داروها هست. دیم برای انسانانی که گریب میشوند ویروس دارن پس نه یکی از بهترین داروها لیمینین به نهایت داروی خوبه و تمام اویله را استفاده میتونید. یک تشمیتون میخرین هم گودک استفادهش برای هم مادر هم زن هم فرزند هم پدر هم بابی هم اکا هم خواهر. این ایش دیمش قص الهین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در ده چیز شفا هست. هم میگه شما میگه بیماریتون رو معالجه کنین به ده چیز هم حجامه و هم قص الهین. این قص الهین هست هم مثلش هم هست سیمینش هم هست کپسولش چند نوش هست خلاصیگه میتونه که رقم های روی اکران و تمام شهرهای رسیه را زنگ بزنید برادرها در خدمت هستن. هم خیل به هسته برای انسانانی که گرده در دارن گرده هاشون در میکنه سنگ گرده دارن پیشاشون قبیله نمیتونن کسل پرستاتی دارن این دوره استفاده میتونن ببرن. بعد حضرت جون یک گپ دیگه شنیدیم گفتن در خطون کدومه می اومده چه خیلی عکس سر میتین یا که چیزش بله هر کسی که به خاطر قریبی ماه شریف رمضان هر کسی که نزد کارخانه ما میویه حجامه میگیره برای اونها تحفه داده میشه. یک تا ماشینکای بگیم ریشتروشک انتخاب میکنه پول حضرت به پول داده میشه. بله این کسی حجامه میکنه این دمیتمش و یک جای نماز دیگه برای چه خیلی گفتی نماز نمیخونی اجازه نماز میخونی یک جای نماز سفرکی تحفه کرده میشه و همچنین ایبن اینا میتونه انتخاب کنه و همچنین قرآن تجویدی بسم الله بخشش غیرت نغلطی این ایجش میمونم کار میکنه حضرت. بله این ورتل القرآن ترتیلا قرآن تجویدی برای ماه شریف رمضان تحفه کرده میشه. هم زرد چشمه نمیزنه برای خوندن
و هم یعنی تجوید رنگاش رنگ کرده یکی ایجاره کشن در طور مثلا این الله مثلا قلنا میکنه این الله فالق الحب والنوى نمیخواد برای ما شریف رمضان توفا میکنیم میتونه که قرآن بگیره و جای نماز میتونه که قرآن بگیره و ریشت روشک میتونه که ریشت روشک قطعی جای نماز بگیره یعنی در انتخاب همون انسان خلاصه کلام حضرت کدمه هجامه میوه با همین شهر مسکو یعنی هم مسکو میتونه بیایه مترو شولکوسکی انا در چیا در مترو لوبلینا در پیتر هجامه ارزانه به خاطر ما شریف هم ارزانش میکنیم و اونجا رو انشالله که به نزدیکی عکس میکنیم این حال در شولکوسکی مترو که رقم ها 92 اخیرش میتونه که زنگ بزنیم و همچنان با تمام شهرهای روسیه همین دورو رو میتونیم روان کنیم همچنان نوشنیکو ایرپوست پرو این همین در همه جا 2500 بالا های در ما همگی 1000 سوم ماشاءالله بهتر و همچنان امگا 3 انسانانی که درد پوست دارند انسانانی که بوم درد دارند انسانانی که ویتامینشون نمیرسه به نهایت ویتامین خوبه امگا 3 6 نه همه بگیم دوزه که بقوت خوب داره این امگا بهترین حضرت ان شاء الله برای پروستاتیت و همچنان برای انسانانی که درد همخوابگی دارند این چند نباشه است ماشاءالله از همه مهمش یه همه چیز یس میمونه انسان باید رجوع به سوی پروردگار کنه نماز ترک نکنه ان شاء الله روز محشر جانگدازت بود اولی پرسش از نماز بود یعنی در قبر که ماندن از نماز میپرسن که نماز خواندی یا نخواندی و همون خاطر ان شاء الله که نماز رو بخوان اگر روز بیا بخوای اگر نماز رو بخوان این برای شما میتونیم که بتیم برای تازه کردن درون تا یا تا قیس الهین میتونیم بتیم تو یا تا خیلتید یا تا سینال برای انسانانی که نه انتی سحر سینال این چیزا برای انسانانی که جادو دارن این رو استفاده میبرن بگی این رو برادر ان شاء الله رو استفاده میبری سحر بیگا میخری اینی رو در و سه بار استفاده میبری بیایید جمانم اینی رو بخواه این سحر عبید بگا اکتر میخریم اینی رو پیش نماز بانداد خوندی پیش یک قشق چای میزنی بعد نماز خفتن یک قشق چای میزنی ماشاءالله با مثلا هست یکی از بهترین داروهای سحر و جادو اینه روند بسیاری شاید دیده باشین در کارخانه ما میره روند این در طرف عربستان سعودی میشه یکی بهترین داروهایی که درون پول توزه من ارگانیسم توزه میکنه اتشین ارگانیسم پول نیستیو خب دیم که یعنی خیلبه هسته با تیکوا الرحیق یعنی روانی سیاه داره چند نوش هسته هسته پاکستانیش هسته یگیبسکی هسته کسالین مومیا برای سوغان بقوت کردن جوش کستگی یعنی بسیاری نوع دارو هسته برای انسانانی که اوی مردینگیشون کمه اینه ها به نهایت فایده خوب میاره اوی مردینگی رو بقوت میکنه خب با هسته نه مثلا که برای هم خوابگی که مثال دور و دراز بکشه ماشاءالله یعنی بسیاری نوع چی هسته برای انسانی که ریش ندارن میخواریششون برو مینکسیدیل حضرت مینکسیدیل من استفاده میبرم این حال اینجا نداشت این برو میسته بگم مشه چند روز یه روز 10 می بگم نه 10 روز قریب استفاده برده ایسم این دیگه مدگیشم اگر که باور نکنین نه استفاده برده ایسم همی ماشاءالله میبرم پیش استفاده میبرم ما جمانون با میگیرم شونه ان شاء الله خلاص و همچون برادران عزیز یه شوی خوری که میبینیم ما همین را ویدیو کردیم و چه خاطر؟ به خاطر که بسیاری ها میان یعنی یه بخ شو گپ زد بسیاریش میان به نهایت دغل رفتار میکنن یعنی ما همین کردیم که همین گونه رفتار کنن چه خیله انسان که به نمازه و همچنان با زبانش درازه میگه نماز میخونی کار چه میگه من نماز میخونم یا نمیخونم یعنی تو کار تا بد کن تو اومدن خونه تو پرابلم رو حل کن تو بو وریم که ما گفتیم باید کارو بد کنی مثلا خیلی رفتار میکنن ساعت 5 شب زنگ میزنن یکی شب دی شب فکر نمیکنن که ما در چیکار بریم مشغولیم یا پرابلم خود زندگی و دیگه این از سرشون دور میکنن یعنی چیکار پرابلم ما رو حل کن میپرسی که برادر از اول نماز تا بخون که مثلا تو اینکه جین از بدنت ببرای نه گپی خودش با اون خاطر انسانی که بی نمازن اکثریت زنها یعنی میان بی نمازن پلوسی مانیکور دارن پدیکور پلوسی لاو مجا خورشینی هم چیزا را اکثریت مردمی که با جین زدن هم چیزا را دارن اولش که همه چیزا را دور کنین نمازا را بخونین بعد نزدیک گفتی گپا ما بیاین اگر که بخواین نزدیک ما هر کسی که باشه نزدشون میرین همه چیزا را اختون دور کنین چی در نوسیبیرسک چی در پیتر چی در سنت پتربورگ در مسکو گفتی گپا سمارا کازان
پیرن یکترینبورگ هر کجایی که هستن خلاصه اول بازگشت به سوی پروردگار از همه چیزا ختم که و بعدا از الله طلب که تا اینکه الله دعات اجابت کنه. هم خیلی شکری. بله قاری جان برادران محترم ان شاء الله که قاری جان برادر ما در شهر مسکو هستن ان شاء الله که در خدمتن برادران عزیز ازتون احترام خواهش میکنیم که وقتی که نزد مقصد قاری جان میین مقصد برای فرق نداره برای دعا خواندن یا که برای هجامه کردن بهترین چیز ادب تاج است از نور الهی بمان بر سر برو هر جا که خواهی. مقصد که از بی ادبی کسی به جای نرسد زیرا که ادب تاج سر مردان است. بعضی برادران میان که مقصد تماما در نظر نمیگیرن که چقدر زحمت میکشن قاری جان چقدر من میکنن میان زبان دراز قطعی اول یک معاشرت یک معامله خوب را یاد بگیره. سلام علیکم قاری جان برادر. خلاصه که مقصد این گپای ما معنای اون را ندارن که ما برای شما ادب نشون میتیم. مقصد همین چیزایی که مقصد در معامله و میکنه اصلاحشون کنین خوبتر میشود ان شاء الله. قاری جان برادر ما خیلی الله مهربان نصیب کنه با نصیب ان شاء الله که بعد دعوتشون میکنیم به شهر نوسیبیرسک. در شهر نوسیبیرسک ما ان شاء الله که وای کردگیم کسی که هجامه میکنه یک قرآن یک اپیدمی پسند خیلی براش ان شاء الله که پدرکم کرده میشود. در شهر مسکو برادران عزیز تو آمدن ماه شریف رمضان یک ماشینکا یا که یک جای مقصد که یا هر دو اینا را انتخاب میکنی یا که ماشینکا را قطعه قرآن این کتاب است برادران عزیز که اما شما را به سوی جنت الفردوس دعوت میکند. این کتاب است برادران محترم که اما شما را از جهنم نجات میتبم. خاطر برادران عزیز تو ماه شریف رمضان در شهر مسکو بر رقمای 92 زنگ میزنین برادران عزیز میبین یک ماشینکا یک قرآن ان شاء الله که صاحب میشوین. واقعا در پناه الله باشین ان شاء الله بیاین هجامه کنین ان شاء الله هم ثواب سنت هم تربیت بدن هم سلامتیتون خوب هم یک قرآن یک ماشینکا را به دست میارین. خداوند در پناه الله باشه. الله نگهبانتون باشه. سلکه کانال ایشان قاری در اپیسانی میمونم یعنی در کامنتری هم در اپیسانی میدروین پادپیسات میکنین ان شاء الله. کدام که در شهر نوسیبیرسک هستین دمگیر اطراف یعنی وید بر رقیه هم هسته وید بر هجامه هم هسته و همچنان دورو در همونجا هسته میتونید که ان شاء الله از اونجا دسترس کنین. یعنی در مو ماشینکاهایی که برای مساج دیگه هم چیزا بسیار هستن فقط زنگ بزنین ان شاء الله ما در خدمت هستیم. واقعا در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله.